به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی. جلسه 17 از شیمی امیدو رو در خدمتون هستیم. جلسه قبل یه تمرین داده بودیم، ابتدا اون تمرین رو حل میکنیم، بعد میپردازیم به ادامه مبحثمون. تمرین این بود که انجام پذیری و انجام ناپذیری واکنش های زی را پیش بینی کنید. خب دقت بفرمایید، من اون جلسه هم براتون کامل تقریبا توضیح دادم که باید چجور حل بکنید. حالا امیدوارم که حل کرده باشید. اگر هم که مشکل دارید من اینجا دوباره کامل توضیح میدم. ببین، وقتی ازتون میخواد انجام پذیری و انجام ناپذیری این واکنش هایی که بهتون داده رو مورد بررسی قرار بدید، شما اول باید ایستفرا رو داشته باشید. ما که ایستفرا رو به شما میدیم، هر ایستفری که شما نیاز داشته باشید ما در اختیارتون قرار میدیم. الان این دوتا ایستفر رو به شما داده، ایستفر سی یو و ایستفر آجی رو بهتون داده. شما با استفاده از این دوتا ایستفر میتونید قسمت الف رو حل کنید. نگاه کنید، به شما میگه ما یک کار اینجوری انجام دادیم، مثلا قطعه از یه فلز رو گذاشتیم توی یه محلولی. شما به ما میگه اصلا واکنشی انجام میشه بینشون یا انجام نمیشه، درسته؟ خب این باید حتما با توجه به این صفر بهش جواب بدید. قبل از اینکه بیاین ببینید واکنش انجام میشه یا نه، شما از طریق این صفر باید بیاید ببینید کدوم کاتود هست و کدوم آنود هست. خب بین سی یو و آجی نگاه کنید. سی یو ای صفر 34 صدم هست، ای صفر آجی 8 دهمه. خب این دوتاش مثبته، اما این مثبت تره، یعنی مثبتش بزرگتره. پس کاتود نقش اینجا آجی نقش کاتود رو بازی میکنه و مس نقش آنود رو بازی میکنه، یعنی این کاهش پیدا میکنه و سی یو اکسایش پیدا میکنه. پس شما نگاه کنید، شما همینه که حتما باید کنارش بنویسید با توجه به این صفرها. من متوجه شدم که آجی باید بین این دوتا آجی باید نقش کاتود رو داشته باشه، سی یو نقش آنود رو داشته باشه. خب باید حتما اینجوری باشه. یعنی اگه غیر از این ما آزمایش رو انجام بدیم، یعنی اینا رو عکس کنیم، مثلا اینو بکنیم آنود، بالا رو بذاریم کاتود، به هیچ عنوان واکنشی انجام نمیشه طبق این صفراشون. پس حتما اگه بخواد واکنشی بین این دوتا انجام بشه، حتما باید آجی کاتود باشه و سی یو آنود باشه. حالا میریم اون چیزی رو که ازمون خواسته رو مورد بررسی قرار میدیم. اگه طبق اون چیزی که به ما گفته دقیقاً شبیه به اون چیزی باشه که توی ای صفر هست، یعنی حالا من این مطلب رو مورد بررسی قرار میدم. اگه آجیم نقش کاتود داشت و سیوم نقش آنود داشت، میگم این واکنش انجام میشه. اما اگه دیدم برعکس شد، میگم به هیچ عنوان این واکنش انجام نمیشه. خب حالا مرحله دوم، پس بررسی این چیزی هست که به ما داده، میشه قرار گرفتن قطعی از فلز مس. وقتی اسم فلز مس میاد، خب یعنی ما سی یو داریم، درسته؟ خب سی یو من بقیهش هنوز نخوندم چون دو تا قطعه است دیگه، یکیش باید نیم واکنش کاهش باشه، یکی باید نیم واکنش اکسایش باشه. من اول تکلیف مس رو روشن کنم، ببینم کدوم نیم واکنشه، بعد برم سراغ آجی. خب خوش گفته قطعی از فلز مس، یعنی سی یو داری. خب سی یو چاره ای نداره به جز اینکه به سی یو دوبار مثبت تبدیل بشه. حالا اگه شما اینو موازنه کنید، موازنه جرم که هست، یه دونه سی یو، اینم یه دونه سی یو، موازنه بار رو که میخواید انجام بدید، باید حتما دو الکترون سمت راست بذارید. چرا؟ چون دو الکترون با دو تا بار مثبت با هم دیگه حذف میشن و این ور با این ور دوتاشون بدون بار میشن و از نظر بار موازنه میشن. خب پس دوتا الکترون من افتاد سمت راست، یعنی اینجا اکسایش یا آنود رخ میده، درسته؟ حالا اگه برم سراغ آجی، گفته در داخل محلولی حاوی یونای آجی مثبت، یعنی من آجی مثبت دارم. خب آجی مثبت میتونه به فلز آجی تبدیل بشه دیگه، الکترون سمت چپ میخوره، یعنی میشه آجی مثبت به اضافه الکترون میدهد آجی. خب این چون الکترونش سمت چپه، بنابراین نیم واکنش کاهش من رو شامل میشه که در توی کاتود اتفاق میفته. خب حالا میام همون چیزی که طبق ای صفر آورد دوباره میخونم. اگه من بخوام یه واکنش بین این دوتا انجام بشه، گفتم آجی باید کاتود باشه، سی یو باید آنود باشه. نگاه کنید همین اتفاق هم توی این قسمت الف برای من اتفاق میفته. پس چون دقیقاً این چیزی که قرار من واکنش روش انجام بدم با ای صفراش مطابق هست، بنابراین میگم این واکنش انجام میشه و انجام پذیره، درسته؟
پس کاری که شما میکنید اول توی ای صفر رو با کاتود و آنود مشخص کنید. این قسمت هم باید نگاه کنید چه چیزایی رو دارن و به چه چیزایی تبدیل میشن، موازنش بکنید ببینید کدوم آنود و کاتوده، درسته؟ بعد با این مقایسهش کنید. اگه یکسان بود میگیم که این واکنش انجام پذیره، اگه متفاوت بود میگیم واکنش انجام پذیر نیست. خب قسمت ب گفته قرار گرفتن قطعه‌ای از فلز مس در داخل محلولی حاوی یون‌های اچ مثبت. خب نگاه کنید بین مس و هیدروژن داره واکنش انجام میشه. خب هیدروژن رو به من ای صفر نداده. ای صفر هیدروژن رو ما از قبل به شما گفتیم که هیدروژن الکترود استاندارده، بنابراین ای صفرش صفره. پس خودتون یه ای صفر هیدروژن برابر با صفر میتونید اضافه کنید دیگه. پس من ای صفر هیدروژن رو به این دلیل ندادم چون که ثابت هست و همیشه کلا استاندارد ماست و همیشه ما الکترود هیدروژن رو صفر میگیریم. پس حالا بعد چی رو مقایسه کنم؟ الکترود هیدروژن رو با سی یو مقایسه کنم. خب من برم اسلاید بعدی که این قسمت رو نوشتم براتون. خب نگاه کنید، پس برای قسمت ب من باید هیدروژن رو با سی مقایسه کنم. سی و 400 هیدروژن صفره. خب هر دو مثبتن، اما سی اینجا مثبت تره یا مثبتش مقدار بیشتریه، پس سی میشه کاتود و اچ هم میشه آنود شما. خب این طبق ای صفر. حالا باید بریم واکنش رو بررسی کنیم. اگه واکنش همین رو به من نشون داد پس من میگم این واکنش انجام پذیره. اگه واکنش عکسش رو به هم نشون داد پس میگم واکنش انجام پذیر نیست. پس اینجا نوشتم طبق ای صفر باید سی یو کاتود باشه، هیدروژن هم آنود باشه. خب من برم نگاه کنم ببینم به من چی گفته. گفته قرار گرفتن قطعه‌ای از فلز مس در داخل محلولی حاوی یون‌های چه مثبت. اولا دوباره گفته قطعه‌ای از فلز مس، پس یعنی من مس دارم، سی یو دارم، سی یو میشه سی یو دوبار مثبت به اضافه 2 الکترون. خب این یعنی چون الکترون هم سمت راسته پس این اکسایشه یا توی آنود اتفاق میفته. مورد بعدی گفته در داخل محلولی حاوی یون‌های اچ مثبت، یعنی من اینجا اچ مثبت دارم، درسته؟ خب اچ مثبت میدهد اچ2، درسته؟ دو تا اینجا هیدروژن دارم، اینجا یه دونه هیدروژن دارم، پس یه 2 اینجا اضافه میکنم که موازنه جرم بشه. بعد که میخوام موازنه بار رو انجام بدم میبینم اینجا 2 تا بار مثبت دارم، اینجا خنثاست، بنابراین کنار اون 2 تا بار مثبت 2 تا الکترون وارد میکنم که با هم دیگه حذف بشن و موازنه بار منم انجام بشه. حالا چون الکترون هم سمت چپ هست بنابراین نشون میده که این واکنش نیم واکنش کاهش یا کاتوده. خب حالا نگاه میکنم، پس من مشخص کردم با استفاده از اون واکنش من چه اتفاقی برام میفته، کدوم آنود کاتوده. حالا میام با این مقایسه میکنم، اینجا سی یو آنود، اینجا گفتم باید کاتود باشه، اینجا هیدروژن کاتود در صورتی که من گفتم باید آنود باشه. پس چون عکس این اتفاقی که من توی بر طبق ای صفرام داره واکنش انجام میشه، من میگم این واکنش چیه؟ انجام ناپذیره. یعنی به هیچ عنوان شما فلز مس رو توی محلولی از اچ مثبت قرار بدید هیچ واکنشی توش انجام نمیشه، درسته؟ پس من میگم این واکنش انجام ناپذیره. وقتی که این واکنشی که به من میگه دقیقاً مطابق بر ای صفرای من بود میگم واکنش انجام پذیره. خب این از تمرینی که به شما داده بودیم. بریم سراغ ادامه مبحثمون. دیگه نماد قراردادی برای نشان دادن پیل‌های ولتایی هست یا همون پیل‌های گالوانی. نگاه کنید نماد قراردادی اون به چه صورت هست. گفته در نماد قراردادی همیشه سمت چپ مربوط به آنود و سمت راست مربوط به کاتود. نگاه کنید به جایی که بیان برای ما نیم واکنش مشخص کنن یا بیان یا اینکه سلول کامل رو برای ما بکشن، حالا مثلا الکترود رو بذارن توش، حالا بگن این مثلا آنود این کاتوده، میان خیلی خلاصه اونو مینویسن، بهش میگن نماد قراردادی. ما از روی این خلاصه متوجه میشیم که کدوم آنود کدوم کاتوده و حالا میتونیم نیم واکنش های مربوط به اون رو بنویسیم، حتی واکنش کاملش رو هم میتونیم بنویسیم. پس نگاه دقت کنید
گفته توی قرارداد ما حتما با وقتی این نماد قراردادی برامون می‌نویسن سمت چپ مربوط به آنوده، سمت راست مربوط به کاتوده. درسته؟ حالا سمت چپ شما چیه؟ ZnSO4. یعنی اون فلزه رو اول می‌نویسیم، بعدش میایم اون محلوله رو می‌نویسیم. گاهی اوقات حتی آنیون محلوله رو نمی‌نویسن، می‌نویسن ZN دوبار مثبت. خب این خط چیه؟ یا یه خط یا دو تا خط میکشن. این نشون دهنده پل نمکی که بین دو تا نیم سلول ما قرار داره. پس حالا میتونید یه خطی باشه یا میتونید دو خطی باشه. بعدش چی میارن؟ بعد کاتود رو مینویسن. اما حواستون باشه وقتی میخوان کاتود رو بنویسن اون محلوله رو نزدیک به پل نمکی مینویسن، فلزه رو دورتر مینویسن. خب مثلا میتونن CuSO4 بنویسن و Cu، یا حتی میتونن SO4 رو ننویسن، بگن Cu دوبار مثبت هست و Cu. درسته؟ خب حالا دقت کنید برای که یادتون نره، میگم فلزها همیشه دورتر قرار میگیرن، اون یونها یا محلولمون کنار پل نمکی قرار میگیره. حالا اینجوری فکر کنم راحت‌تر متوجه میشید که زمانی که میخواید حالا به صورت نماد قراردادی یه سلول رو بنویسید، میدونید که باید اون الکترودها رو دورتر بنویسید نسبت به پل نمکی. اون حالا یون هاتون که حالا معمولا حالا کاتیون ها رو می نویسن، این کاتیون ها رو نزدیک به پل نمکی بنویسید. خب میشه نماد قراردادی. حالا برای الکترودهای گازی شکل مثل همون هیدروژن بود، ما دیگه وقتی می‌خواستیم هیدروژن گازی بود که به عنوان حالا الکترود استاندارد معرفیش کردیم، ما هیدروژن رو براش الکترودی نمیتونیم در نظر بگیریم چون کلا اون الکترود گازی شکله. پس برای الکترودهای گازی شکل از یک رسانه‌ی خوب فلزی بی اثر مثل پلاتین معمولا استفاده میشه. پس من اگه الکترودم قرار باشه که گاز باشه، خب جامد که نیست بگم یه الکترود دارم، درسته؟ مجبورم یه الکترود بی اثر مثل پلاتین بذارم، حالا گاز رو اطرافش قرار بدم، به این بگم مثلا میشه الکترود هیدروژن. پس هر الکترود گازی که من داشتم چون هیچ فلزی ندارم وسط قرار بدم، اگه فلز دیگه ای مثلا مثل Zn قرار بدم بعد یه گازی اطرافش، خب اصلا این مثل که دو تا ماده جدا رو با هم دیگه مخلوط کردم. پس من مجبورم بیام یه الکترود قرار بدم که بی اثر باشه، یعنی هیچ واکنشی با اون مثلا گاز من نده. بعد حالا گاز اطراف این الکترود قرار بدم، دیگه اون میتونه اکسایش یا کاهشش رو خیلی به راحتی انجام بده. خب برای این الکترودهای گازی ما این نماد رو چیکار میکنیم و به چه شکلی مینویسیم؟ اینجوریه که مثلا چون من پلاتین به کار میبرم به عنوان مثال، به عنوان اون فلزی بی اثر، باید پلاتین هم عنوان کنم توی نماد قراردادیم. اینجوری میشه پلاتین H2H مثبت Cl منفی Cl2 پلاتین. خب اونی که سمت چپه حتما چیه؟ آنود هست، اونی که سمت راسته حتما برای من کاتوده. بازم همون نکته‌ای که گفتم خدمتتون، پلاتین ها از همه دورتر هستن، بعد گاز هامون هستن و در آخر هم نزدیکتر به پل نمکی یون هامون قرار گرفتن. خب مثلا مثالی که من میتونم از این قسمت براتون بیارم، برای نماد قراردادی بالا نیم واکنش های اکسایش و کاهش رو مشخص کنید. خب قراره که این نمادی که بهتون داده رو شما مثلا بگید نیم واکنش ها رو جدا جدا بنویسید و بگید این نیم واکنش اکسایش و این نیم واکنش کاهشه. درسته که من به شما گفتم این قسمت آنوده، یعنی نیم واکنش اکسایش توش رخ میده، سمت راست کاتوده و نیم واکنش کاهش توش رخ میده. اما اینکه اینا رو چطور بچینید، اول H مثبت رو بگید به H2 تبدیل میشه یا H2 رو بگید به H مثبت تبدیل میشه، دیگه به شما ربط داره. درسته؟ یعنی که شما باید جوری مثلا این سمت چپی یا آنود رو واکنشش یا نیم واکنشش رو بنویسید که برای شما به صورت نیم واکنش اکسایش در بیاد. خب منظورم چیه؟ مثلا شما میخواید بین H2 و H مثبت یه نیم واکنش وارد کنید دیگه و میدونید هم که این نیم واکنش باید نیم واکنش اکسایش باشه چون توی آنود رخ میده. خب شما اگه بنویسید H2 میدهد H مثبت، حالا میتونید اینو موازنه کنید. به چه صورت؟ بگید دو تا هیدروژن اینجا دارم، اینجا هم میشه دو تا هیدروژن، این موازنه ج. خب
خب الان که میخواید الکترون وارد کنید میگید 2 تا بار مثبت اینجا دارم، 2 تا هم الکترون اینجا میذارم که این قسمت کلا بدون بار بشه، اینم بدون بار بشه. درسته؟ خب آره این درسته، این میشه نیم واکنش اکسایش یا آنود. شاید یکی اشتباه کنه بیاد H مثبت رو تبدیل کنه به H2، چون من هیچ راهنمایی که نکردم، فقط گفتم این آنود، سمت راستی میشه کاتود. خب اگه اون فرد بیاد H مثبت بگه میدهد H2، خب الکترون ها میفته سمت چپ. خب این دیگه درست نیست. چرا؟ چون نیم واکنش کاهش میشه به جای اکسایش. پس دیگه اینو شما باید تشخیص بدید که کدوم رو به کدوم تبدیل کنید. یه بار دیگه میگم، چون این قبلا هم توی قسمت‌های دیگه حل کردیم. اگه واقعا نمیدونید اینا چجور تبدیل میشن، شما توی یه برگه جداگانه هر دو رو بنویسید. بنویسید H2 میدهد H مثبت، موازنش کنید ببینید الکترونش کجا میفته. یه بارم بنویسید H مثبت میدهد H2، دوباره موازنش کنید ببینید الکترون کجا میفته. هر کدوم الکترونش سمت راست افتاد میگید اون درسته و میاد اینجا مینویسید، میگید این نیم واکنش اکسایشه. خب برای کاتود هم باید همینجوری عمل کنید. الان من میدونم Cl منفی Cl2 با هم نیم واکنش کاهش یا کاتود رو انجام میدن، اما اینکه تشخیص بدید بنویسید Cl منفی تبدیل میشه به Cl2 یا اینکه Cl2 تبدیل میشه به Cl منفی، دیگه شما باید این تشخیص رو انجام بدید. درسته؟ باز هم میتونید هر دو مورد رو توی حالا یه برگه جدا بنویسید، هر کدوم که دیدید الکترون هاش افتاد سمت چپ بگید که اون درسته و مینویسید. خب متاسفانه من اینجا براتون اشتباه نوشتم دیگه، لطف کنید خودتون درستش کنید. نگاه کنید اگه به این شکل بنویسید خب درست دیدید میشه نیم واکنش اکسایش. چرا؟ چون الکترون هاتون سمت راست افتاده. پس شما باید چیکار کنید؟ شما باید عکس این رو بنویسید. لطفاً اینو تصحیح کنید. پس شما باید بنویسید Cl2 به اضافه 2 الکترون میدهد 2 تا Cl منفی که الکترون هاتون سمت چپ بیفته و مربوط باشه به نیم واکنش کاهش یا کاتود. درسته؟ پس حواستون به این مورد خیلی خوب باشه که اشتباه نکنید. میگم حالا برام حواسم نبوده، خودم هم اینجا اشتباه کردم. پس باید جوری اینا رو بنویسید که سمت چپ حتما نیم واکنش اکسایش رو به شما نشون بده و سمت راست هم حتما نیم واکنش کاهشه. یه بار دیگه میگم اینو حتما وارونه کنید. بنویسید Cl2 به اضافه 2 الکترون میدهند 2 تا Cl منفی که درست بشه و نیم واکنش کاهش رو به شما نشون بده. خب اون یه نمونه سوال بود تو این نماد قراردادی ها. یه نمونه سوال دیگه هم هست، البته این ساده تر هست، این که بگه نمودار پیل زیر را مشخص کنید. یعنی به شما بگه پیل رو، حالا من براتون نیم واکنش اکسایش کاهش رو آوردم، شما باید بیاید چیکار کنید؟ پیل رو بنویسید، یعنی نماد قراردادیش رو بنویسید. خب میاد نگاه میکنید میگید این نیم واکنش اکسایشه، پس من باید سمت چپ بنویسمش. این نیم واکنش کاهشه، پس من باید سمت راست بنویسمش. خب زمانی هم که میخواید اینو بنویسید، این Cu و Cu دوبار مثبت باید فلزه رو دورتر قرار بدید، اون محلوله رو نزدیک به پل نمکی قرار بدید. این یکی آجی مثبت با آجی دیگه. ببینید اصلا کاری به ضریباش نداشته باشید که 2 3 چیزی بذارید، نه، فقط ببینید چی به چی تبدیل شده. آجی مثبت به آجی. خب کدومو باید بذارم؟ همیشه فلز دورتر قرار میگیره، اون یونی که لازم دارید همیشه کنار پل نمکی قرار میگیره و این هم میشه چی؟ نمودار پیلتون. خب بریم سراغ رابطه بین نیروی محرکه پیل و تغییرات انرژی آزاد. ببینید نیرو محرکه پیل همون E0 دیگه. من E0 رو بلدم، اگه حتی نیم واکنش اکسایش کاهش رو هم به من بدم میگم E0 پیل یا E0 سلول برابر است با E0 کاتود منهای E0 آنود. پس این میتونه از طریق نیم واکنش ها به دست بیاد. حالا میخواد رابطه تغییرات انرژی آزاد یا همون دلتا جی رو با این نیرو محرکه پیل به دست بیاره. درسته؟ خب دلتا جی صفر برابر است با منفی NF E0. خب یکی یکی ما معرفی میکنیم. دلتا جی صفر که همون تغییرات انرژی آزاده که ما میخوایم بررسی کنیم. حالا اگه یادتون باشه توی ترمودینامیک، حالا ما اگه بتونیم و فرصت کنیم قسمت ترمودینامیک رو هم توی همین درس شیمی امیدو یه قسمت‌هایی رو حتما میگیم خدمتتون. خب
اگه بخواین دلتا جی صفر همون تغییرات انرژی آزاده که اگه یادتون باشه هر وقت منفی باشه یعنی واکنش خود به خود انجام میشه، هر وقت مثبت باشه یعنی واکنش غیر خود به خودیه، یعنی اون واکنش انجام نمیشه مگه ما اینکه ما مجبورش کنیم یا مثلا بهش جریان الکتریسیته بدیم یا هر چیزی ما مجبور کنیم اون واکنش انجام بشه. اما وقتی حالت عادی دلتا جی منفی بشه یعنی اون واکنش خودش خود به خودیه. خب N میشه تعداد مول‌های الکترون مبادله شده. تو واکنش‌های اکسایش کاهش هست مثلا میگیم 2 الکترون آزاد میشه 2 الکترون میگیره، شما چند تا الکترون رد و بدل میشه؟ اون میشه تعداد N تون. به عنوان مثال اگه مثلا نیم واکنش اکسایش شما 2 الکترون از دست میده، نیم واکنش کاهش شما 2 الکترون میگیره، پس تعداد الکترون های رد و بدل شده میشه 2. اینو خوب دقت کنید. اما اگه مثلا با هم برابر نبودن، مثلا از اکسایش شما نیم واکنش اکسایش شما 3 الکترون آزاد کرد، مثلا نیم واکنش کاهشتون 2 الکترون گرفت، خب این الان برابر نیست. شما الان تعداد الکترون های مبادله شده رو چی بنویسید؟ بنویسید 3 یا بنویسید 2؟ شما باید حتما اینو هماهنگ کنید. مثلا میگیم بالایی رو در 2 ضرب میکنید، پایینی رو در 3 ضرب میکنید، جوری میکنید که تعداد الکترون ها برابر باشه و بعد به اون میگید تعداد الکترون های مبادله شده. مثلا برای این که 3 و 2 اگه بالایی رو در 2 ضرب کنید پایینی رو در 3 ضرب کنید، اینا با هم دیگه الکترون هاش برابر میشه، برابر میشه 6 الکترون و 6 الکترون میشه تعداد الکترون های مبادله شما که جای n بذارید. پس اینو لطفا خیلی خوب دقت کنید. مثل موردی بود که میخواستید دو تا نیم واکنش رو با هم جمع کنید، میگفتید زمانی میتونید دو تا نیم واکنش رو جمع کنید که تعداد الکترون هاشون با هم برابر باشه. پس میمونید اول برابرش میکردی، حالا به هر نوی یکیشو ضرب در مثلا یه عددی میکردی یا هر دو رو مثلا ضرب در یه عددی میکردید، کلا تعداد الکترون ها رو برابر میکردید بعد جمع میکردید. درسته؟ اینجا هم برای تعداد n باید همین کارو بکنید. حتما تعداد الکترون های اکسایش کاهش رو اگه برابر بودن که هیچی، اما اگه برابر نبودن حتما باید با هم دیگه برابرش کنید و بعد تعداد n رو که همون تعداد الکترون های رد و بدل شده است رو بنویسید. خب F میشه ثابت فارادی. ثابت فارادی هم یه عدد ثابت که 96500 هست که شما میتونید جای F بذارید. این صفر هم که معرفی کردیم نیروی محرکی سلوله. خب بریم یه سوالی تو این مورد حل کنیم. خب یه مثال داده با استفاده از پتانسیل های الکترودی نیم واکنش ها را نوشته، سپس تغییرات انرژی آزاد استاندارد واکنش را محاسبه کنید. پس اومده ای صفرا رو بهتون داده، یه واکنش هم بهتون داده، گفته اولا نیم واکنش ها رو بنویسید، بعدش هم بیاید تغییرات انرژی آزاد یا همون دلتا جی رو توی اون به دست بیارید. خب شما از رو واکنش میتونید تشخیص بدید کدوم کاتوده کدوم آنوده. ببینید Cl2 که گفتیم از اکسایشش صفره، Cl منفی از اکسایشش منفیه. خب شما مثلا این دوتا رو بیارید بیرون، ببینید الکترون کدوم سمت قرار میگیره و نیم واکنش اکسایش کاهش رو مشخص کنید. برای بروم هم همینطور، بیار منفی میدهد بیار رو میاریم بیرون، موازنه جرم و بار انجام میدیم ببینید کدوم کاتود و کدوم آنود. حالا ای صفرا رو هم اینجا بهمون داده. خب من توی اسلاید بعدی اینو حل کردم. خب گفته بود که Cl2 میدهد دو تا Cl منفی. یه بار دیگه دقتش کنید، ببینید Cl2 میدهد Cl منفی. خب من همینو آوردم بیرون، Cl2 میدهد Cl منفی. فرقی نمیکنه شما مثلا این دو رو با Cl بیارید یا نه، اگر چه بیاریدش از واکنش که موازنه شده چه نیارید، خود شما خودتون اینجا موازنه رو انجام میدید. خب میگید من دو تا Cl دارم، پس اینجا باید یه 2 بذارم که موازنه جرم بشه. برای موازنه بار ما گفتیم لازم نیست که حتما این ور و اون ور صفر بشه، قرار سمت راست و سمت چپ تعداد بارهاشون با هم دیگه یکسان بشه. درسته؟ پس نگاه کنید اینجا الان دو تا بار منفی دارم، اگه بار منفی اینجا اضافه کنم فقط دارم بار منفی ها رو سمت راست رو میبرم بالا. درسته؟ پس من مجبورم دو تا الکترون رو برم سمت چپ اضافه کنم که اینجا کلن بشه دو الکترون، اینجا هم بشه دو تا الکترون، یعنی دو بار منفی با هم دیگه یکسان بشن. خب چون الکترون هم سمت چپ اضافه شد میشه نیم واکنش کاهش یا کاتود. خب حالا نگاه کنید واکنش بعدی رو هم، بیار منفی میدهد بیار طبق واکنشم.
من اینجا می نویسم بیار منفی میدهد بیار دو. خب چون دو تا اینجا داریم، اینجا هم یه دو اضافه میکنیم که موازنه جرم بشه. بعد حالا برای موازنه بار دوباره میگم اینجا دو تا بار منفیه، پس دو تا بار منفی سمت راست اضافه میکنم که کلا از نظر بار با هم دیگه یکسان بشن. خب حالا چون که دو تا الکترون هم سمت راست اضافه شده، این میگن نیم واکنش اکسایش یا آنود. درسته؟ پس آنود و کاتود من مشخص شد. ای صفرار هم که خودش بهم داده، ای صفر CL2 رو داده 1.07، ای صفر BR2 هم بهم داده 1.36. خب حالا من میبینم که BR چیه؟ نیم واکنش اکسایشه و اینم نیم واکنش کاهشه. پس ای صفر سلول برابر است با ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود. ای صفر کاتود یا همون کلور هست که گفتیم 1.36 هست. یه لحظه دیگه من دقت کنم ببینم اشتباه که نیست. یه لحظه من کلور رو الان نیم واکنشم کاتود دیگه، پس کاتود بعد مال کلور رو بذارم. کلور رو من اینجا 1.07، پس من اینم دوباره اشتباه نوشتم، خواهشاً خودتون تصحیحش کنید. کلور کاتود هست دیگه، کاتود رو باید 1.07 بذارید منهای 1.36 بذارید، جوابش خودتون به دست بیارید. حالا احتمالا من اشتباه نوشتم، پس جواب لطفا خودتون به دست بیارید. نگاه کنید ما طبق واکنش پیش میریم دیگه. واکنش ما هرچی هست، الان نگاه کنید واکنش ما CL2 داد CL منفی به دست آوردیم، بیار منفی هم دادیم BR2 به دست آوردیم و طبق این ما باید ای صفر رو بنویسیم. ای صفر سلول میشه ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود. کاتود من الان CL، پس 1.07 مال CL منهای ای صفر آنود من مال BR2 که باید 1.36 بذاریم دیگه. جوابش هم پس من اشتباه به دست آوردم، جوابش هم درست میکنید. حالا میذارید توی این فرمول دلتا جی صفر برابر است با منفی NF ای صفر. منفی رو که میذارید، خب تعداد الکترون های رد بدل شده این دوه اینم دوه، پس من لازم نیست که اینا رو هماهنگ کنم، پس همون دو رو میذارم ضرب در F هم که گفتم عددش 96500 هست. ای صفری هم که لطف کنید از اینجا به دست آوردید میذارید. احتمالا اگه شما 1.07 و منهای 1.36 کنید حتما یه عدد منفی میشه، پس شما یه عدد منفی اینجا میذارید. درسته که منفی در منفی بالاخره میشه مثبت. همه اعداد هم در هم ضرب میکنید و لطف میکنید جوابش رو به دست میارید. حالا نمیدونم حواسم جای دیگه بوده که موقع نوشتن این اشتباه کردم، لطف کنید خود این رو تنظیم کنید و جواب درستش رو بنویسید. درسته؟ خب این از این مورد. زمانی که تغییرات انرژی آزاد منفی باشد بدین معنی است که واکنش خود به خودی است و اگر مثبت باشد واکنش غیر خود به خودی است. اینو قبلش بهتون گفتم. پس اگه دلتا جی صفری که شما به دست میارید منفی باشه میگید واکنش خود به خودیه و اگه مثبت باشه میگید واکنش غیر خود به خودیه، که اینجا طبق حال اشتباهی که من انجام دادم احتمالاً میشه مثبت و واکنشتون غیر خود به خودیه. خب این قسمت هم توضیح بدم خدمتتون، بعد بریم انشالله دیگه این جلسه رو به پایان میرسونیم و جلسه آینده بقیه مبحث رو میگیم خدمتتون. نگاه کنید بستگی EMF پیل به غلظت، این هم یه مبحث مهمیه. ما بستگی EMF پیل به تغییرات انرژی آزاد رو توضیح دادیم که الان مثلا در موردش حل کردیم. الان بستگی EMF پیل رو به غلظت بررسی میکنیم، یعنی اگه غلظت های مختلفی از یه واکنش رو به شما بدن شما میتونید چه کاری انجام بدید و چطور میتونید به ای صفر ربطش بدید. خب نگاه کنید ای برابر است با ای صفر منهای 59,000 که ثابته بر روی n log q. خب من یکی یکی معرفی میکنم. اولا این ای که شما به دست میارید میشه ای سلول، دیگه نمیشه ای صفر سلول. نگاه کنید ای صفر سلول همونیه که شما از کاتود منهای آنود به دست میارید، چون ما میگیم ای صفر سلول برابر است با ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود، این میشه ای صفر شما. خب چون میگه صفر؟ چون در شرایط استاندارد مطرح شده، یعنی شرایط استاندارد که شما گفتین فشار 1 اتمسفر، دما 25 درجه سانتیگراد باشه، ما میتونیم ای صفر رو به دست بیاریم.
اما الان من ای رو میخوام به دست بیارم. آخه همیشه شرایط ما شرایط استاندارد نیست. ما میخوایم مثلا در فشار 2 اتمسفر کار کنیم، یا مثلا میخوایم دمامون 25 درجه نباشه، در دمای 70 درجه کار کنیم. خب همه اینا شرایط رو دیگه به هم میریزه و من باید ای رو به دست بیارم، نه ای صفر. درسته؟ پس بنابراین ای رو اگه بخوام ای سلول نه ای صفر سلول رو به دست بیارم، باید از این رابطه پیروی کنم یا از این رابطه اقدام کنم. میشه ای صفر منهای 59 هزارم به روی n لوگ کیو. خب حالا ای صفر که معرفی کردم همون EMF سلول در حالت استاندارده که میشه ای کاتود منهای ای آنود. 59 هزارم هم که عدد ثابتیه، n هم همون تعداد مول الکترون های جابجا شده. نگاه تعداد مول الکترون های جابجا شده رو میشه n که دقیقاً طبق همون حالتی که به شما گفتیم انشالله به دست میارید. لوگ کیو. حالا کیو چیه؟ کیو حاصل ضرب یونیه که ما گفتیم خدمتتون، این حاصل ضرب یونی که تو اون فصلهای قبلی خوندید. کیو اون حالته. حاصل ضرب یونی یادتون هست با حاصل ضرب حالا عادی چه فرقی میکرد؟ حاصل ضرب یونی حالتی بود که دقیقاً مثل کاسپی بود، اما ما دقیقاً سمت فراورده ها رو تقسیم بر واکنش دهنده ها میکردیم و براش کیو یا همون حاصل ضرب یونی رو مینوشتیم. خب یه مثال توی این قسمت حل کنیم که توی این قسمت هم دیگه انشالله مشکلی نداشته باشید. خب مثلا گفتیم با استفاده از پتانسیل های اکسایش و کاهش جدول نیروی محرکه پیل را محاسبه کنید. خب اومده به شما دوباره یه نمودار داده، نیکل دوبار مثبت، اما غلظت نیکل دوبار مثبت رو بهتون داده. خب Cl منفی دوباره غلظت رو داده، Cl2 فشار رو داده. خب چرا غلظت رو داده؟ چرا تو قبلی ها غلظت رو نداده بود؟ چون قبلی ها شما ای صفر میخواستید. توی تمام موارد قبلی شما حتما شرایط استاندارد برقرار بود، یعنی به هیچ عنوان غلظت شما بیشتر یا کمتر از 1 مولار نمیشد. هیچ وقت فشارتون کمتر یا بیشتر از 1 اتمسفر نمیشد، همینطور دماتون. بنابراین هیچ وقت غلظتی برای شما نمی نوشتن. چرا؟ چون همه غلظت ها 1 مولار بود، شرایط استاندارد بود. اما الان ما اومدیم میگیم اگه شرایط استاندارد نبود چی کار کنیم؟ ما خواستیم با شرایط غیر از شرایط استاندارد کار بکنیم. شما باید بیاید برای من دیگه مشخص کنید، هر غلظتی رو که می نویسید مشخص کنید. بگید نیکل دوباره مثبت این مقدار، Cl منفی این مقدار، حتی گازهایی هم که استفاده میکنید باید فشارشون رو بنویسید. فقط این نیکل لازم نیست. چرا؟ این جامده، نه فشار داره نه مولاریته داره که بخواید بنویسید، و یعنی بقیه رو همه رو باید وارد کنید. خب چرا پلاتین گذاشته؟ چون که اینجا گازه، باید پلاتین رو هم کنارش داشته باشیم. خب حالا اولین کاری که ما میخوایم بکنیم، این الان گفته نیرو محرکه پیل یا همون ای پیل رو به دست بیار، دیگه نگفته ای صفر پیل. درسته؟ خب شما اولین کاری که میای بکنید اصلا باید نیم واکنش ها رو بنویسید. میدونید که این آنوده، پس باید جوری نیکل دوبار مثبت کنار هم قرار بدید که دوتا الکترونتون بیاد سمت راست. پس میشه نیکل میدهد نیکل دوبار مثبت به اضافه 2 الکترون. درسته؟ این میشه نیم واکنشی که توی آنود انجام میشه یا اکسایش. حالا Cl منفی Cl2 رو هم باید جوری بنویسید که 2 تا الکترون بیفته سمت چپ که بشه نیم واکنش کاتود شما. پس Cl2 به اضافه 2 الکترون میدهد 2 تا Cl منفی. دیگه اینا رو بلدید دیگه، من زیاد جزئی نمیشم چون چندین بار اینو توضیح دادم. پس چون 2 تا الکترون رو ما جوری نوشتم که سمت چپه، میشه چی؟ نیم واکنش کاهش یا کاتود. حالا باید جمعش کنم. زمانی که میخوام جمعش کنم 2 تا الکترون با هم دیگه میره و راحت میتونم اینا رو جمع کنم. بگم نیکل به اضافه Cl2 میدهد نیکل دوبار مثبت به اضافه 2 تا Cl منفی. این میشه واکنش کلی من. خب من ای صفرم میتونم به دست بیارم دیگه. ای صفر میشه ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود. ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود کنم میشه 1.61 ولت. دیگه براتون جداگونه ننوشتم که شما ای صفر کاتود منهای آنود بکنید. خودم دیگه یه مرتبه این کار رو انجام دادم و ای صفر سلول شما در میاد 1.61. خب حالا بیام و ای برابر است با ای صفر که دارم منهای 59 هزارم به روی n. nم چنده؟ nم 2 دیگه، 2 تا الکترون رد و بدل شده. لوگ حالا جای کیو چه بنویسم؟ گفتیم با میشه این قسمت محصولات توی صورت میاد، این قسمت مواد اولیه توی مخرج میاد. خب محصولات نیکل دوبار مثبت دارم. خب غلظتشو میگم غلظت نیکل دوبار مثبت در غلظت Cl منفی، چون یه ضریب داره باید به توان 2 بنویسم.
طبق همون چیزی که من تو کاسته بهتون گفتم. پس CL منفی داره، میشه به توان 2 تقسیم بر نیکل رو نمی نویسم. تمام جامدات رو ما نمی نویسیم چون که اینها هم غلظتی اصلا ندارن، اینا چون ثابت هستن به هیچ عنوان من توی رابطه حاصل ضرب یونی نمیارم، اینو یادتون باشه. خب Cl2 چی؟ Cl2 گازه، به جایی که براش بنویسم غلظت Cl2 چون گازه می‌نویسم فشار Cl2. درسته؟ پس اونایی که محلولن یا یونن که همون به صورت مولاریته می‌نویسم، یعنی کروشه میذارم براشون، اما اونایی که به صورت گازن می‌نویسم فشار Cl2. خب دیگه ساده شد، من فقط جایگزینی میخوام بکنم. جای E0 میذارم 1.61 منهای 59,000/2 لوگ نیکل دوبار مثبتم خودش گفته بود 1/100 مولار ضربه داره. Cl منفی رو خودش گفته بود 2/10 باید به توان 2 برسونم. فشار Cl2 هم خودش گفته بود 1. خب این عدد رو به دست میارم، لوگش رو میگیرم و دوباره اینو ضربش میکنم. مشخصه دیگه، چیز ساده ایه. بعد دیگه 1.61 منهای حالا این عددی که اینجا به دست آوردم میکنم، جوابش میشه 1.71. حتما هم شما جوابش رو به دست بیارید. حالا با ماشین حساب حالا همینی که ما حل کردیم ببینید جوابتون با جواب ما یکسان هست یا نه، که بعد توی امتحان دیگه دچار اشتباه نشید و جواب اشتباه رو به دست نیارید. خب اینم آخرین اسلاید از این مبحث بود. البته مبحث هنوز ادامه داره، ما هنوز الکتروشیمی رو تموم نکردیم. انشالله یه جلسه دیگه احتمالاً الکتروشیمی تمام میشه و من حتما براتون کلاس‌های آنلاین هم میذارم که البته بهتون فرصت میدم مطالعه کنید و کلاس آنلاین بذارین که انشالله کم اشکالاتون رفع شه و برای پایان ترم دیگه مشکلی تو این قسمت ها نداشته باشید. موفق و مؤید باشید تا جلسه آینده. خدا نگهدارتون.